ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن شهر اسفره که سال 2012 با ماده 104 و 252 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، با گمان صادر نمودن جنایت اوباشی دستگیر کرده شد. نام برده صحنه 14 ینور سال 2021 تخمینا ساعت 14:00 در بازار مرکزی شهر اسفره از سبب مناقشه به میان آمده با جوان 21 ساله ساکن شهر مذکور و پدرش مرد 44 ساله جنگ و جنجال نموده با کار 2 مرتبه به دست و پای جوان 21 ساله و 1 مرتبه به پای پدر او زده است. در نتیجه هر دوی آنها جراحت جسمانی برداشته. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. روز 15 ینور سال 2021 تخمینا ساعت 18:40 راننده افت-ماشین تمغه لکسوس 450 محمودزاده اسفندیار سفرعلی سال تولدش 1983 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب در حدود شهر نورک از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد طایرف اسمت الله فتح‌الله‌ویچ سال تولدش 1960 ساکن جماعت دهات پول سنگین شهر نورک را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد طایرف جراحت‌های وزنه جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 40 ساله ساکن ناحیه شهر نو که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، با گمان دزدی دستگیر کرده شد. نام برده صحنه 29 دکبر سال 2020 تخمینا ساعت 20:00 با راه پنهانی از تاخانه یکی از بناهای کوچه اسپیچک ناقل ایستگاه رقم 232 و 237 را به مقدار 17 متر دزدیده از جای حادثه غیب زده است. 5074 سامانی را تشکیل می دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.